خب گفته بودم که تبلیغات یه مدل دعواست. الان دقیقاً رسیدیم به منطقه‌ای که میخوایم محل دعوا رو مشخص بکنیم. یعنی چی؟ کجاها تبلیغ بدم؟ یه ویدیو دارین برای سایت جریان که دسترسی دارید به دنیای بیکران از پیج. یه ویدیو دارید برای آموزش با سایت کوکو که هر پیجی رو که انتخاب میکنید میتوانید تحلیل بکنید. اوکی. ولی نکته کجاست؟ آقا اصلا ما چند مدل تبلیغات داریم؟ یه سری تبلیغات داریم گسترده که به صورت پست و استوری انجام میشه. تبلیغ گسترده یعنی چی؟ تبلیغ گسترده در پیج‌های عمومی منتشر میشه. پیج‌های عمومی چه پیج‌هایی هستن؟ پیج‌هایی که مالک آنها مشخص نیست. یعنی وات فکت محتوا داره میذاره ولی تو نمیدونی کی پشتشه. اسرار پنهان محتوا داره میذاره ولی تو نمیدونی کی پشتشه. معمولا هم راجع به یک موضوع خاص صحبت نمیکنن. به این پیجا میگن پیجای عمومی. پیجایی که ننه باباشون مشخص نیست پیجای عمومی هن. آدم‌ها پیجای عمومی رو دنبال میکنن که محتواهای بیشتری رو ببینن و ما توی این پیج‌های عمومی تبلیغات میدیم که در یک بازه زمانی خاص مثلا 5 تا پیج یهو با هم تبلیغ میدن. 10 تا پیج یهو با هم تبلیغ میدن. اوکی. به اینا میگن گسترده که یا به صورت پست میرن که محتواهای خودتونه یا به صورت استوری میرن که یا بنر خودتونه یا بنری که دادید بلاگر براتون تولید کرده.